در تالار خرد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جلسه شورای هماهنگسازی عاید به پیشگیری سوء استعمال مواد نشه‌آور کوکنار 2025 و اینچنین جلسه کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده برگزار گشت. در کار جلسه مسئولین ساختارهای ولایتی، معاونان رئیسان شهر و نواحی، نمایندگان ریاست اگنتی نظارت مواد نشه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت، سرداران بخش حالت‌های فوق‌العاده در شهر و ناحیه‌ها و دیگر شخصان به مسئله دخلدار شرکت ورزیدند. در رفت جلسه از روی مسئله‌های بررسی شونده حسابات شخصان مسئول شنیده شد. تاکید گردید که در اساس دستور راهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از سنه 1 ایون تا 30 نوامبر در حدود ولایت عملیات کوکنار 2025 تشکیل و برگزار گردیده، در نتیجه در همجایگی با ساختارهای قدرتی و نظامی علفهای خودرویی بانکدانه آشکار و نیست و نابود کرده شد. در این دوره در ولایت سوخت 68 حادثه خودرویی بانکدانه آشکار گردیده، زیاد از 658700 بیخ سبزیش آن به قید گرفته شده است. دوام سال 2025 در همجایگی با ریاست اگنتی نظارت مواد نشه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با ساختارهای قدرتی و نظامی و امنیتی جنایت‌های وابسته به گردش مواد مخدر، معاملات موادهای نشه‌آور و پسیخوترابی و نشأه‌مندی آشکار و بازداشت شدگان و جوابگری نزد قانون کشیده شدند. در رفت جلسه شورای هماهنگسازی عاید به پیشگیری سوء استعمال مواد نشه‌آور تاکید گردید که مبارزه با گردش مواد مخدر و پیشگیری آن وظیفه مسئولین و تمام اهل جامعه به شمار رفته. با این مقصد کار در این سمت باید جان‌دار کرده شود. تحلیل ها نشان می‌دهد که در برخی از شهر و ناحیه‌ها گرفتاری نشأه‌مندی نظر به همین دوره سال گذشته زیاد گشته است. برای در آینده پیشگیری این پدیده نامطلوب علل خصوص بین جوانان و نوجوانان کار در این سمت باید پرزور کرده شود. در ادامه جلسه وابسته به حالت‌های فوق‌العاده و پیشگیری حادثه ناخوش معلومات مفصل پیشنهاد گردید. تاکید کرده شد که دوام سال جاری در ولایت 751 حادثه فوق‌العاده گوناگون به قید گرفته شده، در نتیجه 228 نفر هلاک گشتند. در این دوره 6 حادثه فوق‌العاده خصوصیت طبیعی داشته به عمل آمده، همزمان 37 حالت غرقشوی شهروندان به قید گرفته شده است. از طرف کارمندان و مسئولین ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت سوخت و زیرساختارهای آن سری وقت به آسیب دیدگان کمک‌ها رسانیده شده. در این دوره جهت پیشگیری حادثه‌های فوق‌العاده کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و تعمیر انشاءات محافظتی به راه مانده شده است. در ادامه مسئولین جهت پرزور نمودن فعالیت، پیشگیری حادثه‌های ناخوش، آگاهانی مردم، تشکیل نبرداری دائمی در منطقه‌های خطرناک و کارشایمی انشاءات محافظتی آمادگی خود را بیان داشتند. جلسه با تهیه نقشه کار شورا برای سال 2026 به اتمام رسید.